سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال آینده روشن. امروز ما با شما از فعل پنیمت که به معنای فهمیدن می باشد در یک جمله ضروری استفاده خواهیم برد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، چنانچه شما می دانید فعل پنیمت مصدر فعل ما به معنای فهمیدن می باشد و اگر ما بخواهیم که از فعل خود استفاده برده و جمله تو میفهمی را بسازیم، ما چه خیل باید این جمله را سازیم؟ ما در اول فعل خود کلمه تی که به معنای تو می باشد گذاشته و آخر کلمه خود را به اش تبدیل می دهیم. اکنون این را با هم می بینیم. ما در اول کلمه خود کلمه تی که به معنای تو می باشد گذاشتیم و آخر فعل خود را به اش تبدیل دادیم و جمله ما این شد: تی پنیمایش. تی پنیمایش که به معنای تو میفهمی می باشد. و اگر ما بخواهیم جمله خود را از شکل مثبت به شکل منفی گردانیم، یعنی اینکه تو میفهمی را به تو نمیفهمی گردانیم، چگونه ما باید این کار را کنیم؟ فقط ما پیش از فعل خود کلمه نه گذاشته و جمله خود را منفی میکنیم. اکنون با هم این را میبینیم. جمله اول ما این بود که تی پنیمایش. ما فقط کلمه نه پیش از فعل خود اضافه کردیم و شد تی نیپنیمایش. تی نیپنیمایش که به معنای تو نمیفهمی. و اگر ما جمله خود را بخواهیم سوالی کنیم، برای سوالی کردن ما در اول جمله خود کلمه کک میگذاریم که به معنای چی خیل چی طور می باشد و جمله خود را سوالی میکنیم. این را با هم ببینیم. ما در اول جمله خود کلمه کک چنانچه گفتیم به معنای چی خیل چی طور می باشد اضافه کردیم و جمله ما این شد که کک تینی پنیمایش. کک تینی پنیمایش به معنای چی خیل تو نمیفهمی، چی طور تو نمیفهمی. و دوستان عزیز، اکنون ما تلفظ این را در یک فیلم کوتاه با شما تماشا خواهیم کرد. Как ты не понимаешь? Как ты не понимаешь? Как ты не понимаешь?